بچه خوش اومدید به این ویدیو. توی این ویدیو قرار بریم سراغ میمای تلگرامی. بلکه گفتم حاجی ما داریم 6 پارت میم ریویو رفتیم، یه پارت هم میمای تلگرامی بریم. همونه فقط از تو تلگرام، از کف تلگرام رفتم جمع کردم، با فیلا آوردم. شما هم برین خوراکیتون رو بیارید، بشینیم با هم بخونیم، عشق کنیم. اصلا مهم نیست بخندیم نخندیم. لایک کامنت سابسکرایب فراموش نشه و بریم سراغ میما دیگه. سید ابراهیم رئیسی، بسم الله الرحمن الرحیم. تو داخل ایکس هم هست فکر کنم، همون توییتر خودمون. مگه ایشون هم ایکس داشت؟ تیک آبی هم. خب صدق الله العلی العظیم. صلوات. این واسه از زمانیه که فوت کردن که نه، مرد. How's my کراششه. How's my profile pic. پروفایلم چطوره؟ میگه beautiful good looking فلان 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 فلان، که کلا پرانتزاش میشه I love you. یوش هم you نه you. بعد thank you هم no shit قصه بدیه. بند خدا اگر میخواستی یسو بده توی تنکیو چجوری میخواستی یسو بنویسه؟ میگه تو دیگه کدوم خری هستی؟ از ملکه بپرس میشناسه منو. داشت تو سعی کن دیگه ادیت نزنی. داداش به نظرم معداد بشی که هم درصد میبینی تا اینکه ادیت بزنی. داداش اینجا بسط هم هستش، بسط ادیت خاصی هم نداده، پشت پورتری کرده، وسط رو فلیپ کرده. اگه شو بگم، اگه درست بگم البته، نه اشتباه بگم. بریم بعدی. من دستتون درد نکنه، خیلی قشنگ. پسرا توی تزریق و آرایش دادن رو دست دختر. فیلمون کن. به قرآن اگه ریش نداشت میگفتم دختره، امکان نداره. چون چه لبایی چون کون گشت. تو پس فردا بری سر کار انگشتت میکنن. رایگان شدن هتل‌های مشهد برای تشییع رئیسی. بورد رو کسایی کردن که امروز از هتل‌های مشهد به عنوان مکان استفاده کردن. داری کردم واقعا بورد کردید. زن روسپی بعد از جواب مثبت آزمایش HIV 211 مرز را آلوده کرد. یه جنده وقتی فهمید ایدز داره از قصد با 211 نفر دیگه هم رابطه برقرار کرد که اونم ایدز بگیرن. خب کون کش مگه کرم داری؟ عجیبه. این همه شباهت واقعا وای وای چقدر شبیه. خیلی شبیه. وای خواهر شباهت رو کنید. بعدی یه نفر وقتی داشت تابوت ها رو جابجا میکرد و صدا سیمام نشونش میداد، خشتکش جر خورد. بنده خدا او عکسم هست. بنده خدا وای چه بلایی سرش اومده. شت. حداقل دوربین رو یه خورده اون بغل این بنده خدا معلوم نشه دیگه. دوربین فیلم بردار دانش سرویس رفته از کونش عکس گرفته. سلام مهدی، خوبی؟ سلام کیمیا، مرسی. تو خوبی؟ ممنونم، خوبم. راستش دلم برات تنگ شده بود، گفتم بهت پیام بدم
پیام بدم میدونی همه چیز خیلی عجیب تمام شد. خیلی عجیب تمام شد یا خیلی عجیب تمامش کردی؟ 1 سال گذشته کی میاد واسش؟ تو رو خدا دوباره بحث اینو نکش وسط. نکش وسط که تقصیر کی بوده. آره 1 سال گذشته ولی خب چیکار کنم، دلم برات تنگ شده بود. به خودت یعنی اصلا به من فکر نمی‌کردی تو این 1 سال بعدی داره. اینجا خب راستشو بگم نه. راستش بگم نه که دروغ گفتم. راستش منم خیلی دلم برات تنگ شده بود. واقعا تو هم دلت برام تنگ شده بود. آره خب چرا خندید؟ ولی راستش من فقط داشتم جرأت حقیقت بازی. نمیخوام بخندم. کونکش تو مگه دله رو داری؟ ده آخه مادر جنده، ده آخه مگه این دل اسباب بازیه یش باش بازی؟ این دل خب حرف قشنگ. مگه خب اسباب بازیه که داری باش بازی میکنی؟ که مثل من همزمان هم همه دوست دارید، هم پول فیلتر شکن ندارید، برین تو سایت های مبارزه با سرطان سینه ممه رایگان ببینید. چه ایده نابی. پرام برین چک کنید ببین راست میگه یا نه. 8 چی خب؟ استخوان لگنی درشت. امام موسی کاظم علیه السلام فرمودند بر شما باد که به زنان مؤمنی که بالای محبل آنها گوشت بسیاری دارند، پس آنها نجیب ترند. زنانی که دارای استخوان لگن بزرگتری میباشند بالای آلت تناسلی آنها هم گوشت بیشتری جمع میشود. لذا حضرت این موضوع جنسی و جسمس را یکی از عوامل نجابت زن میداند و پایان روایت میفرماید انجب یعنی نجیب ترند. بله. حالا چرا باید هم چیزی بگم؟ حالا خواستگاران از کجا بفهمند این خود بحثی است. از این روایت دیگر میشوند به دست آورد در روایت از روایت دیگر میشود به دست آورد در روایتی که پیامبر صلی الله به شخصی که میخواست خواستگاری برود فرمود گردنش را هم بو کند. آنجا حضرت فرمود در خواستگاری نگاه کن به استخوان لگن یا قوزک پا و یا زانو. اگر اینها درست شد مبر را هم پرگوش خواهی یافت. خاکسته مگه رفتی تست اینگه داری مثلا تشخیص میده چی؟ شرط بندی. فرض کن یه مدت ازت بیان قوزک پا نشون بدن بعد بگن سایت رو حدس بزن. سایت هایی بزنن حدس چی؟ پرگوش بودن. محبل آنها پرگوش نه محبل پرگوش دات بت. من میگم اسلام فکر همه جا رو کرده، شما میگید نه. پس رفیق خواستگاری اول به قوزک پاش توجه کنید. بعد فرض کن بری بگیم میتونم با دختر شما یک ساعتی بریم داخل اتاق بدر؟ حتما بفرمایید. وقتی رفتی تو شلوارتو میکشی بالا؟ چرا شلوار بکشم بالا همه میکشم پایین؟ نه میخوام قوزک پاتو ببینم. یه دختره از دوست پسرش حامله میشه و میره دادگاه شکایت میکنه که پسر مجبور باش ازدواج کنه ولی چون خودش عملا به زنا اقرار کرده به 100 ضربه فرض کن what the fuck. اولا که من ریدم تو اون وکیلت اومده گفته حامله میشه واسه اینکه ازدواج کنه، نرفته به این به خیانت یعنی تجاوز میرفت حداقل چیزی برای تجاوز. دستگاه کونکشی شغل رفیقامو پیدا کردم. پرام ای رفیق کونکشم. میدونستی دیلدو کیر بریده شده یه مانکنای لباسه؟ تا فکتی دیگر خدا یار و نگهدار. شیت
من در حال طرف دادن کسشر. اوه چیه این اصلا؟ یه پورن ایرانی دیدم 27 دقیقه بود و 25 دقیقه دختره میگفت نمیدم. فکر کنم اون 2 دقیقه هم تا لباساش کنده پسر تو دنزال بوده. دهن سرویس. بر اساس واقعیت میسازن حلال خورن. سوال اینه چرا به دیدن ادامه دادی؟ راست میگی. آدمی به امید زنده است، ولی از وقتی که زنه وسط سکس پاشو زیر گادو کم کرد این کشور دیگه کشوردش. قطعا خواهی میکنید اگه بفهمید هر ستاشون پسرن. وسطی اوکی، راستم میگیم اوکی دیگه. اون خارش گاهیدن دیگه دروغ میگید. یاده یه حرف پوتک میفتم میگه هر وقت عاشق شدیم یا راش دور بود یا لاش دول بود. پس پسرای جسور خوششون میاد. همین الان برو دایرکتی کراشت بگو سلام کیرم برات. حرف گفته دیگه. مردها مشکل اعتماد ندارن، اونا کیرشون رو میذارن یه دهنی که پر از دندونه. اگه این اعتماد کردن نیست چیه پس؟ راست میگه. ولی یاشی مردا خوب اعتماد میکنن. اوه دوتا گنگ عراضه برن خونهاتون. یه فیت این دوتامون نشه ناموسن. شاهین نجفی فکر کنم واسه کنسرت لندنش رفت دیگه، اونم دیدم. یه فیت الان که هیچ کس داره رفته تو فاز بندری با تاک داون باید بیاد اینجا فیت بده، ولی خب یه فیت انقلابی خفن. این هم از این تموم شد. امیدوارم خوشتون اومده باشه. امیدوارم غذا همراه با غذا یا چیز دیگه خورده باشید همراه با غذا ویدیو رو دیده باشید، یا حداقل مثل من فیلو بخورید. و اینکه لایک کامنت سابسکرایب فراموش نشه. اگه نظری برای بهتر شدن کیفیت ویدیو داری حتما داخل کامنت ها بهم بگو، حتما میخونم. و اینکه اگه نظر واسه ویدیوی دیگه ای داری حتما بگو. و تا ویدیوی بعدی خدا نگهدار. خدافظ.